الله عز و جل رو شاکرم که این سعادت نصیب من شد و این توفیق رو عطا نمود که لحظاتی در جمع زیبای شما باشیم که ارزش و قیمتتون رو فرشته های آسمون چنان میدانند که تضع اجنحتها. با این قدم برداشتن این قدم روی زمین گذاشته نمیشه. تضع اجنحتها، فرشته هایی که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، فرشته ها کروبی هایی که قرآن توجیه اونها رو تحمیل میکنه که لا، اونها چه کسانی هستن؟ عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون. اونا میان پروبالشون رو پهن میکنن. هر کاری که انجام میده نیت اولیهش و اساسیش رضایت و خوشنودی الله عز و جل. در تمام عالم کل اسلام رو احیا کنم، در زندگی خودم هم خانواده خودم روزانه اسلام بیشتر بیاد، نگاه هم نگاه اسلامی باشه، یعنی کسی رو با حقارت نگاه نکنه.